حالا زمانی هست که دیگر پیهان کردن نمی شود. یگان چیزه برای چی من شفافیت گفته ایستادم. فعالیت کاری ما شما از رهبر دولت سر کرده برای مردم آینه برای معلوم باشد. مردم باید داند فکری فرزنداتون نکنین. لیکن شما سوگند یاد کردین، راه همین راه انتخاب کردین که صادقانه خدمت میکنین، کار میکنین. شما را مجبورن یگان کس تعیین نمیکند. بعضا در جای خالی، در جای آرام، اعضای جامعه آرام پرابلم سازدواد میکنیم. پرابلم ما کارمندان نظامی، بعضا خدمتچیان، کارمندان پروکراتورا، میلیسیا، کروپسیا و دیگر خدمتچیان. جناب پرزیدنت بدعوا کن، اینجا در گرفت، همه سر درو، اینجا در گرفت، برو خاموش کن.